دیگه دستامو نمیتونستم تکون بدم. اوه اونجا رو ببینین، جیرای قله صدام زده بود. اینجا کجاست؟ کوهنوردی اینطوریه که شما همه تجهیزات و لوازمتون رو میخرین، ولی بعد از هر برنامه میفهمین که باید دوباره برین خرید کنین و یه سری وسیله ها رو ندارین و این اتفاق هر بار میفته. از قسمت سخت خرید شروع میکنیم. خریدن شلوار. اینجا تنها جاییه که میشناسم تنوع شلوارش خیلی زیاده، ولی متاسفانه بازم من اون چیزی که میخواستم رو پیدا نکردم، در واقع سایزم رو پیدا نکردم. خب ببین من اومدم شلوار درست کنم، همه چی شلوار است. این عینک رو خریدم، عینک کوهنوردیم شکسته بود، یعنی عینک نداشتم، فردام دارم میرم، خیلی هم فرصت نداشتم که برم بگردم، پس این عینک رو فعلا برای این برنامه خریدم و ببین چی پیدا کردم، چقدر خوشگله. یعنی من عاشق این رنگ سبزم، بعد اینو سرم کردم، بعدم چقدر به این عینک میاد، بس خریدمش. سفر 26 ساعته من شروع شد از مشهد به تهران، از تهران به اردبیل، از اردبیل به شابیل و بعد از رسیدن به شابیل سوار لندوور شدیم تا برسیم پناهگاه. به کی گفتی؟ من لامصب اینجا سرپرستم، به هیچ کسی دیگه هم نگفتم. آقا واستا یه دقیقه. سلام، چطورین؟ اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ سبلان دیگه. نه سبلان دیگه. نه اینجا اسم خاصی داره؟ پناهگاه سبلان. 3700. پناهگاه شمال شرقی سبلان. شنیدین؟ خب اوکی، شنیدم، مرسی. بعد از 25 ساعت عوض کردن اتوبوس و این حرفا رسیدیم. قراره که فردا صعود بکنیم، امشب هم هوایی داریم و همین دیگه. بلانو خیلی شنیده بودم و بالاخره قسمت شد اینجا بعد از 1.5 روز توی راه بودن. حالا براتون تعریف میکنم چه اتفاقایی افتاد. اینجا خسته راه بودم، میخواستم فقط قور بزنم. امیدوارم که خیلی صعود خوبی باشه. این همون سفری بود که، یعنی این همون قله‌ای بود که خیلی دوست داشتم بیام امسال حتما، چون خوابشو دیدم و انگار یه جورای قله صدام زده بود. سفر ما مصادف بود دقیقاً با همون روزایی که ویدیوهای از خرس قهوه‌ای تو سبلان خیلی وایرال شده بود. من فکر نمی‌کردم تعدادشون انقدر زیاد باشه و انقدر به آدما نزدیک بشن. باید اینو یادمون باشه که ما وارد حریم زندگی اونا شدیم. کوهنوردا با غذا دادن به خرسای قهوه‌ای اونا رو دستی کردن و باعث شده به ما نزدیک بشن. فصل صعود تمام میشه و دیگه کوهنوردی اونجا نیست و خرسا برای پیدا کردن غذا به مشکل میخورن. ببین اینجا الان پناهگاه، بعد این اتاقیه که قراره ما شب توش بمونیم، همه با هم تقریبا 16 نفریم. اینجا هم جای منه. پناهگاه تو ارتفاع 3700 و ما تا ارتفاع 4000 رفتیم برای هم هوایی که برای برنامه فردا آماده باشیم. این اتاق بومیدار که اومدیم توی این کافه، اینجا داریم غذا میخوریم. من کشک بادم جون دارم، آیدام که خورده مقبره. جاتون خالی. آره صبح سعوده، داریم مسائلمون رو جمع میکنیم که سرش چیز شد آماده شیم بریم. هوا خیلی سرده، باد میاد، سعی میکنم که خیلی سبک کوله رو ببندم. امیدوارم که موفق بشم. حرکت میکنیم، تقریبا بکنم ساعت 5 باشه. امیدوارم که منو ببینید. از اون چیزی که فکرشو میکردم خیلی بیشتر خرس داشت. یعنی فکر میکردم وقتی که میرسیم اون بالا و میرسیم به اون دریاچه، اوه اونجا رو ببینید، شت خیلی خفنه. فکر میکردم اون موقع مثلا خرس و اینا داشته باشه، ولی همینجا ما میرفتیم بیرون چای بگیریم، سرویس بریم، قشنگ بودن. الان که داریم استارتشو میزنیم از ارتفاع 3700 شروع کردیم.
ببینید اینجا روی هر سنگی شماره داره. خب میبینید 49 اینجا از 61 فکر کنم شروع میشه. اینو گذاشتم برای وقتی که برف میاد و کوهنوردا مسیرشون رو پیدا بکنن، یعنی گم نشن و یک که برسیم دیگه قله است. ببین یک هوا خیلی خوبه، فقط یه کمی باد شدید میاد. وقتی که میرین کوه تو صعودتون تو ارتفاع خب خیلی وقت برای نشستن ندارین، فقط ممکنه زنگ بخواین یه چیز کوچولویی بخورین در حد 2-3 دقیقه و چون دمای بدن هم تغییر میکنه و با افزایش ارتفاع هم ممکنه که سردتر بشه، لباساتون رو کم زیاد بکنین، یعنی در این حد. من رسیدم سنگ مهراب، خیلی باد شدیده، بیاین اینجا رو بهتون نشون بدم. تابلو داره یادمان علی اسدی، کوهنورد اهل سرعین که متاسفانه جون خودش رو توی قله البروس از دست میده و به همراه دوستش پال بوده که تصمیم گرفته بودن قله رو سلسو. بعد 4 ساعت رسیدیم اینجا. زرتشت وقتی 30 ساله میشه زادگاه خودش رو ترک میکنه و به کوهی پناه میبره و میگن توی این کوهه که به خرد خیش آگاه میشه و دیگه از تنهایی فرار نمیکنه. این کوه به عنوان محل عبادت زرتشت همیشه شناخته شده است. آقا سبلانم زدیم تمام شد. نمیدونیم چه حس خفنیه، به خاطر اینکه الان من دوربینو برمیگردونم اون چیزی که من دیدم و ببینید. کوه غیر قابل پیش بینیه و همیشه شما رو شگفت زده میکنه. این که تا ارتفاع 4000 متر توی یه شیب بیای بالا تو مسیری که یه گیاه حتی رشد نکرده، پشت اون صخره ها برسی به یه دریاچه با آب خنک و تمیز. سبلان خیلی قشنگ بود که اصلا هیچ چیکاری نداریم، ولی من معمولا توی کوه ارتفاع زده نمیشم. این اولین باری بود که ارتفاع زده شدم اینجوری. صعودم که راحت بود، صعود کردم، نشستیم جلوی دریاچه، من سرم شروع کرد یه جوری رفتن، بعدم این که احساس میکنم یه شوک عصبی بهم وارد شد، دیگه دستامو نمیتونستم تکون بدم. کوهنوردی همینه، یه بار بیفتی باید 2 بار بلند شی. همه چی علیه توه ولی تو باز باید ادامه بدی. باید بلند شی وقتی همه بدنت فریاد میزنه نه، ولی تو ادامه میدی چون میدونی پشت هر سقوط یه ایستادن بزرگه. اصلا خودم رو تو آینه نگاه نکردم از صعود که اومدیم، نمیدونم الان چه شکلیم. اینم از یه کوه دیگه، منظره رو بهتون نشون بدم. اینجا یه دونه هاپو داشت، حالا خرسا که خیلی نزدیک میشن، یه دونه هاپو بود داشت همه چی رو بو میکردن. من تا رفتم برش یه تون ماهی بیارم دیگه رفت پایین، اصلا دیگه اصلا نمیبینمش. اگه نزدیک بود باز میرفتم دنبالش. همیشه حالا تو ولاگای قبلی هم حتما دیدین دیگه، آخر هر سفر هر کوهی که تمام بشه من یه حیوانی میبینم که حتما باید بهش غذا بدم. عجیبه. آنچه تو بدان نیاز داری رهایی از قید تصوراتی است که تو را از تجارب تازه منع میکند. هیچگاه نگو دیرم شده. تو همواره در مسیر تجربه خود واقعیت هستی. با شهامت به زندگی بگو خسته نیستم و میتوانم برای بهترین هایی که در چنته داری صبر کنم. سبلان، قله‌ای که منو صدا زد برای دیدارش. وقتی که هیچ چیز آماده نبود من پاسخ دادم و رفتم. خوشحالم برای خودم، برای خود من که یک بار دیگه برای نزدیکتر شدن بهش قدم برداشتم. ممنون که همراه من بودید.